سلام و درود نثاره تمام شما عزیزان. انشالله که خوب و صحتمند باشین و روزگارتون به خوبی و خوشی سپری شود. دوستان نهایت گرامی، طبق وعده‌ای که براتون داده بودم، فعلا دیگه در سرک قلعه فتح الله شهر کابل هستیم. از سرک اولش گذشتیم. این محترم چه آهنگ رمانده. به هر صورتش دوستان عزیز، قلعه فتح الله شهر کابل یکی از مناطق قدیمی شهر کابل است که به نام فتح الله خان مسما شده و قلعه‌اش همچنان در اینجا موقعیت داشت که فکر کنم مال تخریب شده و سرک ساخته شده یا خانه ساخته شده. دفعه قبل که بر ما همو تو گفتن دیگه وقتش نمیفهم. اگر شما میفهمین بر ما بگوین. تاریخچه‌اش هم دوستان عزیز قلعه فتح الله را ما براتون در یک از ویدیوهای مکمل در بخش پلیلیست افغانستان شهر تاریخ و روایت ها گفتیم. ویدیوش هم میتونین بیننده باشین اگر از تاریخچه این منطقه خبر ندارین و از تاریخچه فتح الله خان نمیدونین. دیگه دوستان عزیز، این منطقه یک منطقه زیبا، مقبول، کم سر و صدا و پرامنیت شهر کابل است. زیادتر دوستان عزیز افراد چه قسم برسان بگوییم بالا رده یا طبقه که مرفه هستن، در رفاه زندگی میکنن یا پولدار برتون بگوییم ساده تر، در این منطقه زندگی میکنن. البته از هر طبقه است در این منطقه. خب زیادترش همونا تشکیل میده. یک منطقه زیبا و تجملاتی شهر کابل است. دیگه قسمی که میبینین دوستان عزیز دکان های بسیار زیبا و مقبول و بزرگ، اما تا خانه ها، آپارتمان های بسیار زیبا. این قسمی که میبینین دوستان عزیز هنوز بالایش نشان دادن نمیتونم که براتون نشان بدم. میبینین تمام جیجا موقعیت داریم. پایینش دوستان عزیز کلان کارهای گند افغانی است. این طرف هم دوستان عزیز دیگه رستورانت ها است، خانه های قدیمی قلعه فتح الله است. این خانه ها هر کدامش دوستان عزیز یا اگر پیسه دار شوند گلدار شوند یا اگر بفروشنش به شخص دیگه، خانه هایی که دانه سرک است مستقیم یک بلاک میزنن سرش تجارت شروع میکنن دوستان عزیز. این طرف هم چکه برگر است که نه خوب بیربار داره، چاشت است و نونه خورده میدن. چپس شما میجه در حال بریان شدن است یا هم کچالوش دیگه دوستان عزیز. طرف هم بیربار یک زرگک زیاد است. المدینه فست فود، المدینه جوس برگر شعبه اول. این ساختمان ها رو ببینید چقدر زیبا هستن دوستان عزیز، چقدر مقبول هستن دوستان عزیز. به خاطر از این پیاده رو پایین اومدم و در بغل سرک را میرم که درخت ها زیاد بود، بیرون سرک هیچ دیده نمیتونستیم. باز شما هم نگوین که بر من اینجا نشان نداری و جر نشان نداری. خاطرم کلش ببینید پایین تر آمدیم که کلچه پذیر دوستان عزیز. ساختمان بالایش ببینید چقدر زیباست، چه طرح داره. این ساختمان دوستان عزیز واقعا زیباست. این طرف هم دوستان عزیز بلند منزل هاست. اگر ببینین این طرف هم دیگه موتر فروشی ها هم دوستان عزیز در این بخش است. موتر شویی ها هم است، موتر سازی ها هم است. یک موتر ورکشاپ موتر دوستان عزیز در این سرک است که براتون بگویم بسیار مشهور است. به خاطر از اینکه موترهای بزرگ جور میکنم، از دور موترهای شاسی بلند است و بسیار مشهور است. انجینرهای بسیار لایق داره. این طرف دوستان عزیز ساختمان ها رو ببینید چقدر بلند و زیبا هست. افغان صداقت جوس سنتر برانچ نو. خب به هر صورت دوستان عزیز برانچ نو منظور شعبه نوم است. کسانی که انگلیسی نمیفهمن بفهمن. وقت دوستان عزیز ما از اون کلمه انگلیسی استفاده میکنم، مثلا لاکچری و چیزا، باز مقاله دوستان میبره کلمه انگلیسی چرا استفاده کردی و نباید فرهنگ خود ما رو خراب کنیم و میگم چشم دیگه استفاده نمیکنیم. خب به هر صورت دوستان عزیز از این موضوعات قدر نمیپیچیم دیگه. میبینید خودتان دوستان عزیز سلطان پلازا را چقدر زیباست. دوباره میایم در پیاده رو. این دکان ببینید دوستان عزیز چقدر زیباست.
دختر خانم ها و خواهران یک ذره پیشتر بریم که اونا به سلو میرن. سلطان پلازا. این طرف هم دوستان عزیز شورمه هست، آیس کریم هست، تربوز هم دانه 20 افغانی به شرط کار. تربوزکای خورترک هست و مزه‌دار و خوبش گفته خودش. البته اگرچند تربوزای خورترک و تربوزای کوچک تا جایی که ما تجربه دارم دوستان عزیز هیچ زمان خوبش نبوده و هر بار کردیم یا سفید بوده یا بیمزه بوده یا تلخ بوده. تربوز تلخ بوده دوستان عزیز. تربوزای خورترک هیچ وقت جور نبرآمده. دیگه اینجا دوستان عزیز مردم است نماز میبرن، نماز خلا شد از مسجد دیگه. این دوستان عزیز خربوزه، ببینید چند نوع خربوزه است، یکی 2 3 4 نوع خربوزه است، 2 نوع تربوز است. ببینید دوستان عزیز این خربوزه است، نمیدونم کدوس یا خربوزه. یارو ما نمیدونیم دوستان عزیز. اگر شما این نوع خربوزه را میشناسین بر ما در کامنت ها بگوین، یا اگر خربوزه نیست تربوز است دیگه او را بر ما بگوین که بفهمیم که این خربوزه است یا که کدو. بعضی جایا دوستان عزیز این حرف یک ذره پیش آدم گدوت میشه، به خاطر عزیز که آدم باید متوجه تمام چیز باشه، رفتار خود گفتار خود چی در تصویر میه و چی نمیه. یک ذره حرفا گدوت میشه. اگر میشه ما چندین بار در ویدیو گفتیم، بازم میگم که پیش مزد گفتم. ورکشاپ پیشتر رام بردم دوستان عزیز. این ورکشاپ است که نمیبینین بسیار مشهور هم است. موتورهای زیاد رامانه در حال ساخت ساز دارن، منظور از این که ترمیمشان میکنه خراب شدگی هایشونه. طرفان به دوستان از یک تالار عروسی هست و این کو طرف سرک تیر شویم و میره براتون نشان میتون باش که تیر شویم از سرک کنم موتر نزنیم و چپ راست ببینیم. تالار عروسی کاخ طلایی هست دوستان عزیز. در تصویر میبینین گلدن پلیس. یک پزادک کوچک و زیبا و مقلوم به صرفه دیگه گفته یگان دانه. این طرف هم میوه فروشی ها هست دوستان عزیز و بلاکام. خب دوستان عزیز این هم از قلعه فتح شهر کابل. امیدوار هستم از ویدیو خوشتون آمده باشه، از ویدیو لذت برده باشیم. ویدیو را لایک کنید، در کانال همچنان سابسکرایب کنید تا ویدیوهای بعدی همه ایتان را به الله متعال میسپارم. روز و روزگار خوب و خوش داشته باشین و در پناه الله متعال باشین. الله حافظ و مددگار همه ایتان.